پرسیدی؟ گفتم من دارم دیگه لاغر میشم. چطور مگه؟ آره گفتم. چطور مگه؟ گفتم مامان. خب چرا؟ فکر کردی داری لاغر میشی؟ نمیدونم. ناراحتی؟ خب باید غذا بخوری که لاغر نشی. ناراحتم بخوام لاغر بشم. چی؟ ناراحتم بخوام لاغر بشم. الان میریم غذا میخوریم تو پلشو باز. معذرت بگو ببرشیم بابا. که کفکی زایی تو سرم بابا. آره کار درسته؟ معذرت دیگه این کارو نکن. سلام علیکم. دیگه این کارو نکن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. از این به بعدت باشه غذا نمیخوری یا؟ چرا ماما؟ آخه غذا نخوردی. خب مگه چی شد؟ حالا درد شد. تو ناراحت شدی؟ ببخشین. گرسنم بسکن برگرد. پاشید براشون جوشین چشینه. زود بخورید خروس نبینه. من که چراشو پرسیدم گفت که با خروس پری منم بدم من. آره بدم من. دیشب سر ماشمالا دیدن مرغای محله رو. یه ذره از اون بده منم بخورم. نه برات میخرم. کی برام میخره؟ من. خب حالا بده من یه گاز بزنم مامان دلم میخواد. نه برات میخرم یه دونه. خب حالا از همینی که هست یه ذره بهم بده مامان. نه سوپ برات میارم باشه. خب اگه از این بخورم چی میشه؟ کوچولو از این من. بیا. برو شدن با پدرتون نداره. حالا بیا اینجا. نه پدر. ما با هم رفیق درسته و ما همیشه با همیم درسته. سیمبا بذار یه چیزی رو بهت بگم که پدرم بهم گفته. ستاره ها رو نگاه کن. سلاطین بزرگ گذشته از روی اون ستاره ها دارن به ما نگاه میکنن. واقعا؟ بله. یه بار دیگه بگو چی میخوای ازم؟ بله. چرچومو کوتاه کن. واقعا؟ آره. خودت خواستی ها؟ ولی پشتم نکنی ها. چراغ وقتی قرمز میشه یعنی چی؟ یعنی وایسی. آفرین. حالا وقتی چراغ سبز میشه یعنی چی؟ یعنی برو. حالا وقتی چراغ زرد میشه یعنی چی؟ یعنی مراقب باش. وای فا 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 فا. بعدش چی؟ بازی زبان ترکیه. خب باشه. هر چی داری خب بگو ها، اگه نداری بگو یخ. باشه. خب گندم تو سیبیل داری؟ یخ. گندم تو موها طلاییه؟ ها ها. گندم تو آقایی؟ یخ. گندم تو دختری؟ مگه همیشه ترکی؟ این صدای چی بود؟ گرگ. صدای شیرم میتونی برام در بیاری؟ چجوری؟ صدای خوک چی؟ صدای آهو. آهو. در
دانشگاه. چی هست دانشگاه؟ میدونی چیه؟ میرم ورزش میکنم تو دانشگاه. تو دانشگاه دانشگاه ورزش. همه آدما هستن، کوچولوها هستن، ورزش میکنم. برم پیششون. بری پیششون چیکار؟ تا نیا من دارم میرم. من برم تو دانشگاه. بعد میگردم. پالشگاه؟ نه دانشگاه دانشگاه؟ دانشگاه. دانشگاه کجاست؟ بازی شب لابراتوار عجیب غریبه، میری توش قایر میشی. آره. حالا خودت هم باید جمعشون کنی. برای چی ماما اینطوری کردی؟ لباسا رو چرا اینجوری ریختی بیرون از تو کمد؟ آخه مامان دوست داشتم بازی کنم. این چه بازیه ماما؟ بچه ها مامان بلنده، بافتمش. چیکار کردی موهات انقدر رشد کرده؟ شونه کردی یعنی مرتب نگه داشتی و سلام. خانم دکتر من دلم درد میکنه. چرا؟ باید چیکار کنم حالا؟ شما که نشستید پشت میز پزشکیتون باید چیکار کنم؟ وای چی؟ شما دوای هر دردی تو مطبتون آمپوله؟ بفرمایید. مامان نگاه بازم چه قوی شده. ماشاءالله چرا اینقدر قوی شده بازوات؟ آخه پاستا خوردم، تو مخل خوردم، دیگه نمیدونم، نون پنیر سنبت. پس صبحانه نونه سنجی؟ سنبت با چی؟ با اون یه چیزی. با پنیر. بله. پس نون سنبت با چیه؟ زلفیر. چی؟ زلفیر. زلفیله؟ چقدر جدیه؟ این چیه؟ گماره؟ پس شد. موجود ناشناخته شده. من نقاشی خوشگل میکشم، بعد نقاشی خوشگلم رو ببر خونه امگلاره من، بعد نقاشی خوشگلم رو به امگلاره نشون